CIA این معلومات را برای باراک اوباما فرستاد و اوباما هم فیصله کرد که بدون اینکه به پاکستان بگوید بالای خانه حمله کند. یک گروه خاص از نیروهای دریایی آمریکا نیوی سیلز انتخاب شد. برایشان یک کاپی دقیق از خانه اسامه ساختند و شروع کردند به تمرین. اول می 2011 عملیات شروع شد. چرخبارها از افغانستان حرکت کردند و به ایبت آباد رسیدند، اما وقتی خواستند پایین شوند یکی از چرخبارها سقوط کرد. نیروهای سیلز بدون اینکه وقت ضایع کنند برق خانه را قطع کردند و حمله را شروع کردند. دروازه اول را منفجر کردند و داخل خانه شدند. ابرار را در طبقه اول کشتند. خالد پسر اسامه را در طبقه دوم زدند. بعد مستقیم رفتند طرف طبقه سوم، جایی که خود اسامه بود. زن اسامه آمد که او را محافظت کند، اما اسامه زن خود را به طرف سربازها پرتاب کرد. سربازها یک لحظه شک کردند که شاید زن واسکت انتحاری داشته باشد، اما وقتی که دیدن نه، او را کنار زدند. در همین لحظه 2 تیر به سر اسامه شلیک شد و یکی نزدیک چشمش. بعد از 15 دقیقه CIA پیام معروف ژرنیمو اکیا را فرستاد. ژرنیمو کشته شد. جنازه اسامه را بردند، DNA را آزمایش کردند و فردا جنازه‌اش را در بحر انداختند. چند ساعت بعد هم باراک اوباما در تلویزیون ظاهر شد و گفت اسامه بن لادن مرد. و اینطور بعد از 10 سال فرار و تعقیب این داستان ختم شد.